واسکتوب چطورین بچه ها؟ خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من الیکسی هستم و از همینجا سلام میکنم به همه فارسی زبانان عزیز که امیدوارم دوست من هر جای این دنیا که هستی حال دلت خوب باشه. دوستای گلم، من کامنت ها رو همه رو میخونم، تمام بغلشم اون قلبش رو فعال میکنم که ببینید که اومدم کامنتاتون رو خوندم. من تمام موزیک ویدیوهاتون رو دارم ریاکت میرم. توی ویدیو قبلی هم گفتم 5 تا ویدیو رو من ریاکت رفتم آپلود کردم، رفته بالا، کپی رایت خورده. موزیکایی که کپی رایت هستش و اگر براتون مقدور هستش خودتون اول تستش کنید، بعد واسه من بفرستید. و خوانندگانی عزیزی با نامهای نیگینا، سهراب سفرزاد، مادادوف، اینا اصلا نمیشه ریاکت رفت، فراموش کنید. احمد ظاهر هم همینطور. من یه دونه آهنگ رفتم از سلطان قلپاش، اونم کپی رایت خورد. این عزیزان اجازه به ما نمیدن که ما روی آهنگا ریاکت بریم. درسته که یه سریاشون فوت کردن، ولی کسی هستن که امتیاز اون آهنگو دارن و به من اجازه ندادن که من بخوام روی اینا ریاکت برم. به خاطر همین روشون کپی رایت زدم و وقتی هم که کپی رایت اجازه ندارم من تو کانالم بذارم، چون باعث میشه که کانال قطع بشه. کانالم که پاک بشه، ارتباط بین من و شما عزیزای گلی مثل شما رو پیدا کردم از دست میره. بدون معطلی زیاد وقت رو نمیگیرم. تو کامنت واسه من نوشته بودین که حتما ریاکت برو از خواننده عزیز شهرام عبداللهیم که فیت داده با خانوم گانجینا با آهنگ دیوونم میکنی. بدون معطلی آخر همه ویدیوها یادتون باشه یه پلیلیست میاد، 2 تا ویدیو دیگه که بهتون معرفی میشه. برای حمایت از من لطفاً لایک، کامنت، اشتراک با دوستاتون. بدون معطلی بریم. اینم بهتون بگم اول ویدیو که بازم من اولین باره که از این 2 هنرمند دارم ریاکت میرم و مرسی که هنرمندای جدید رو به من معرفی میکنید. بریم ادامه. در زیر بارون عشقم پنهونای ای در دیزی یادی عاشق پیونای دل من اشکنده غضب خدایی تی اموری آه تو بالایی دیوونم میشم به کار عشق تاکایا ای غم رزونم عشق میسوزانی دل ما ای دور بودن خندیدن مسجد. این استایل خنده خیلی باحاله. هر 2 هنرمند صدای خیلی زیبایی دارن، صدای مخملی و قشنگی دارن. کیفیت موزیک ویدیو خیلی خوبه، خیلی عالیه و دیگه بازم عاشقانه عشق است همه جا. برو بریم ادامه. پورا کردی دل ما دا عشقی تو اسیر ما خنده گم کدایی لبم نگو بینی ما هرچی تمام مرا فندم نکن که میسوزونی بین رحم یکی نمونی تیک تکی ساعت میکشم دور بودن ای تو میکشم. تیک تاک ساعت میکشدش، دور بودنم میکشدش. ببین چه بکشیه. خیلی باحال موزیک ویدیو. خواننده دختر رو من فکر میکنم که تو یک موزیک ویدیو دیگه ازش ریاکت رفته باشم، دقیقا حضور ذهن ندارم یا شاید کسی دیگه بودش، نمیدونم. ولی به هر حال هم خواننده مرد هم خواننده زن صداشون هم به همدیگه میادش، چون باید 2 تا خواننده حتما صداشون به همدیگه نمیشه که مثلا صدای بم بلند داشته باشه، مثلا خانم صدای خیلی نازکی داشته باشه. زمانی که 2 نفر میخوان با همدیگه فیت بدن باید این 2 تا برابر باشه صدا، که اون یکی قدرت صدای بالا یکی قدرت پایین خوب نیستش. یعنی برای این 2 نفر نمیتونن با همدیگه فیت بدن، ولی این 2 هنرمند عزیز صداشون عالیه. بریم ادامه. دیوونم میکنه دردای اون میکنه دیوونم میکنه غمای اون میکنه دیوونم میکنه دردای او میکنه
خدوترم خور بکنه با مایی گنده زور بکنه در دیگر روم نشدم ما ای تو میشم تو ای ما گنده ای ما تو گنده نشد دوستت بدارم خفه نشد باری مایی تو خنده که موی چای مایی تو خنده خواننده خانم مینیکس صورتش خیلی باحاله و اون چیزایی که با موزیک به اصطلاح با صورتش بازی هم میکنه خیلی باحاله. ولی خب آقایون دیگه خودتون میدونید دیگه یه خورده همچین خشکن دیگه. یه خواننده آقا که اینجا هستش هنرمند عزیزم زیاد به اصطلاح مثل اون خانومه شیطونی نمیکنه. خوبه باحاله، چرا که نه. بریم ادامه. تو فقط ای مای خرگوشکی مای موی چای مای خنده که زبی باری مای تو خندک موی چای مای تو خندک تو فقط ای مای خرگوشکی مای موی چای مای خندک دیوونم میکنه دردوی اون میکنه دیوونم میکنه غموی واسم خیلی جالبه هنرمند آقا در تمام ویدیو یه لباس قرمز یقه اسکی فقط اون کت یا اون کاپشن روش عوض شده. این زیاد خوب نیست، این زیاد خوب نیستش. ولی خب خود آقا انتقادم بکنیم. الکسی سلطان انتقاداته، انتقاد میکنه در حد بوندسلیگا. ولی خب اینجا ولی من واجب دونستم که اینو بگم چون کمپلت کل ویدیو این آقا یه دونه لباس قرمز تنش بود، حالا یک رویش عوض میشد و این برای یک موزیک ویدیو زیاد جالب نیستش. بریم ادامه. دیوانه میکنه درد او میکنه دیوانه میکنه غموی او میکنه. اینم از یک موزیک ویدیوی توپ از دو جوان هنرمند کشور عزیز تاجیکستان که امیدوارم از این موزیک ویدیو خوشتون اومده باشه. موزیک ویدیو خیلی باحال بودش. یه ایراد کوچیکی داشتش که من گرفتم، لباس آقا بودش، هنرمند مرد و آقا یه وقتایی هم باید انتقاد کرد دیگه، همیشه که به به و چهچه که نمیشه کردش که. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو با من بودید. یادتون باشه برای حمایت از من ویدیوها رو به اشتراک بذارید. آخر ویدیو هم خودتون میدونید لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نشه. مرسی از انرژی مثبت. امیدوارم که تمام این انرژی مثبت رو برگرده به زندگیاتون. تا ویدیو بعدی مثل همیشه پیس.